اینجا استدلال می شود از این آیه قرآن که هر قومی خاموش نشست و درخواست حق و حقوق خود را نکرد و مسئله حق را بیان نکرد و بر حق نایستاد، آن قوم از صفحه دنیا نابود. مسلمان باید همیشه آماده باش باشه، قوی توانا باشه و در مقابل هیچ سرکش و ظالمی سرخم نکنه. تکبیر! و برای احقاق حق و برای رسیدن به مطالبات خود باید دائم مطالبه بکنه، درخواست بکنه و جلو بره و عقب نشینی نکنه و ناامید هم نشه. در مسلمان ناامیدی وجود نداره، در مسلمان شکست هم وجود نداره. مسلمان در هر حال غالبه، در هر حال پیروزه انشاءالله باذن الله. الله فرمود آنهایی که این حکمنامه را قبول نمی کنند بر آنها فردای قیامت خشم و غضب الله تعالی است. الله تعالی از خشم و گرفت و غضب خود ما شما را شاد کنه. الله تعالی ما و شما را مسلمین را پیش ببرد و مسلمانان در هر کجا هر تحریک اسلامی در دنیا شکل گرفته وجود دارد، الله تعالی آنها را نصرت امداد بکند و به پیروزی کامل برساند و جمیع موانعات را آنچه ضد اسلامند و مخالف اسلام آنها را صفحه دنیا پرداره و از مسیرشون پرداره و آنها را مقصد اصلی که پیروزی باشه و مقصد اصلی دوم که لقاء الله و رحمت الله جنت باشه نصیب بفرماید. من وقت تمام شد و الان حضرت مولانا محمد طیب حفظه الله تعالی انشاءالله مطالبی میفرمایند و بنده گرچه امروز همین نیت آمدم که شما را ملاقات بکنم و چند کلمه بگویم، وقتی جمعه هم محدوده، صحبت طولانی امکان رسیده نیست، موقع نماز آمده است. ما هم در سلسله امر مسجد جامع الخلیل خاص خدمت شما رسیدیم. این مسجد غالبا 19 ساله در حال کاره و الحمدلله کم کم کار شده، مردم مسلمان کمک کردن و به حد رسیده، یعنی کار به اصطلاح سفتکاری به اصطلاح معماری و مهندسی شما به پایان رسیده و الان کارهای گچ و منار و درهای بزرگ و شیشه و امورات دیگری الان در دست در 9 مورد الحمدلله الان کار بالای گنبدها هم در حال کارند و یک مقدار یک هزینه دفعاً سنگین پیش آمد که از وسع و توان شهرستان و ما خارج بود، ولی برای الله آسانه و ما آمدیم که شما را هم خبر بکنیم و آمدیم که از شما هم طلب دعا و طلب همکاری و مشارکت در این امر خیر انشاءالله بکنیم. انشاءالله العزیز از ما و شما همین ها باقی میمانند، همین مساجد که شما میسازید، این حوزه ها را شما تعمیر میکنید، اینها کشت و زر آخرت و باقیات صالحات ما و شما هستند. مسجد که شما در مصلا شروع کرده ایده، امیدواریم الله تعالی این به هم پای تکمیل برساند و موانعات را بردارد و انشاءالله شما را هم به این آرزو در حیات و زندگی شما الله تعالی نائب بگرداند. این مساجد سنگرهای اسلام هستند، سنگر مسلمانان هستند، سنگر کشورهای اسلامی هستند. شما شنیدید که گذشتگان گفتند که مسجد سنگر اسلامه و سنگر اسلام بود از محمد رسول الله که در مدینه هجرت کرد و آمد. اولین اساس که گذاشت مسجد را گذاشت، در قم مسجد را گذاشت، در مدینه مسجد را اساس گذاشت. بعد نهضت اسلامی و تحریک اسلامی و
به جهان رسید. انشاءالله العزیز شما هم عاملین مساجد باشید و شما هم خادمان مسجد و دین اسلام باشید. فردا الله متعال شما را با این نیت و با این اراده که مساجد جای سجده الله، عبادت الله و بندگی الله هستند، شما با این مساجد پیش الله حاضر میشوید. یوم تحدث اخبار